اینجا از خانه شماره 1 دارم بیرون، دارم میرم سمت باشگاه. تقریبا مثل هر روز. حالا بعدا جریان باشگاه رو میگم، خیلی الان خیال نکنید که از این آدم های خیلی ناز اکتیو الان بادیه فلان اینا نه، خیلی خبر نیست. هوا هم سگ سرما ها، -1 درجه و خارمون داری هست. اینا بوده ببینی چون رو زوم کنم، خدا رو شد بلد نیستیم زوم کنم، نمیشه زوم و چراغ قرمز و چیزای معمولی دیگه. شد رد شیم شد اینا باید دور تون کنم، نمیدونم بلد نیستم فعلا همینو چه. ببین این خانمه رو ببینید رو سرشه اینجا. هر روز میبینمش دیگه مسیر باشگاه، هر روز. الان نگاه کن حرف نمیزنم تو بشم، هر روز همینه کارش میگه چاو بلا چاو که خب بهش کمک کنم. منم از وقتی که پول همرام هست کمک میکنم، ولی بعض وقتا یه وضعیتی دارم که مثلا اینطوری هم که عزیزم منم مثل خودتم، فقط لباسمون با هم فرق داره. واقعا آدم بعض وقتا اینجا میرسه که حالی کمه ها. بعد دیگه ماشین زشتی کمتره قشنگی. برم یکم دیگه قطعتون میکنم به خاطر اینکه من هر روز صبح عادت اینه که از خونه بزنم بیرون و با خواهرم فیس تایم کنم. الان امروز دیگه خیلی عجیب بوده که گفتم که اول زنگ بزنم. منشم که ببینید که مسیر هیچ خبری نیستش، هیچ. هوا هم که سگ سرماست و تقریبا همه تعطیلن که انقدر خلوته. حالا اینجا قطع میکنم، زنگ میزنم خواهرم. حالا تا بعد. چراغ قرمز دومی که رد میکنم الان چند وقته که این 2 تا نیمکت اینجا برخورد میکنم که امروز نمیدونم یه کسی از این هوملسا کلن قصد کرده که این 2 تا نیمکت رو برای خودش بگیره. یعنی مثلا یه روز رد میشی پتوش انداخته خوشه، الان هم که اسبابشو کامل آورده، ولی خودشو تا حالا ندیدم. اینجا اومدم تو جیم طبق همیشه تردمیل، یعنی فقط من یه زمانی از تردمیل میتونم شد بودم، یعنی میترسیدم مثلا بیام روش. الان اون جیمی که داشتم توضیح میدادم هر روز میام، در حقیقت 2/3 این رو میگذره، بعد بقیه‌اش حالا اگه بریسن 4 تا دستگاه رو میزنم اینطوری. حالا این پشت این پشت تعمیرات دارم. بریم ادامه تردمیلمون رو بزنیم. حالا شانس من تعمیراتم دارم و اینکه بخشی که دستگاه میتونی بزنی تعطیله، یعنی کلا امروز فقط تردمیلم. بعد 1 ساعت 40 ثانیه داره میگذره و هنوز روی تردمیلم با سرعت 50 شیبه 16 ثانیه ها. ما باشگاه هم اجازه نداریم نمیتونیم بشیم که چیزه شونال رسانشون. در کل میبینید که سلطان تردمیل چقدر رفتم. بعد من یه ویژگی که دارم حتما باید عدد کالری رون باشه. حالا از 111 شده تا هر چقدر که باشه، ولی مثلا 111 22 333 اینطوری نمیتونم مثلا 665 باشه. تردمیل تموم شد. اینا هم هنوز چیزا که دارن میسازن، یه گندی دارن میزنن، نمیدونم دقیقا چه گندی. اینم بخش چیزه استخره که من هیچ وقت نمیرم، همیشه میخوام برم ولی نمیرم. و دیگه گفتم مود برم، اینا من دوباره فکرم که نه زمستونه الان برم سرما میخورم. هست نرفتم. اینا من دارم میرم رخت کنم. یه چیز دیگه وسواس دیگه که دارم اینه که کمودم همیشه باید یه کمد باشه.
یعنی اگه شماره 21 باشه، اگه 21 پیدا نشه مثلا مجبور باشم برم چون میدونم 17 عصبانی میشم. اینجا داری حرف بزن خارجه. خب بعد این ایتالیایی خیلی پول بودن و خیلی کنجکاو میشن و اصلا یه جوری هم میدونم مثل خیلی سریع ولی بیشتر احساس میکنم بخاطر فوتبالیشونه، چون اگه مثلا خیلی ایتالیایی حرف بزنی بلند حرف بزنی مشکلی ندارم، ولی اگه داشتی باشی خارجی حرف بزنی حالا با تلفن با خودت با دوستت دیگه اصلا اینا میمیرن اینقدر نگاه میکنن و کلا زیاد کار به کارت دارن و این اصلا خوشایند نیست. بهترین جای ممکن همه داشتن من چطور باید میگیرم همین زیر تحوله و واقعا فقط چکا شرک و پرس میگیرم اما میخوام که بکنم حالا برسیم به لایه های ما. اینجا بقیدم آدرس لایه ها این که در مورد یه چیزی که اصلا من میدم که اینه روش میگیرم دوتایی نزدیک لایه رو هم میگوشیم صدا میفته این کارم این ببخشیم بزنش نمید بشارشی کنم بگم خیلی خوشه ایتالیا نازه من یه دقیقه منه همیشه هم میاد رو تریدینگ رو جلوی من میسنم واقعا میره رو اصابم از این لحاظ که خیلی خوبه. وقتی میرم خونه دیگه چون تصویر ندارم اشتباه گذاشتم این باز کنم ها باشی کردم براش بازشون کردم. باز کارم واجبی که از جیم که میان بیرون حتما اولی سیگارتون رو روشن کنید چون حیفه اکسیژن یهاتون باز شده یا اکسیژنی بکشید. چرا نمیشه دوربینو وقتی ویدیو میگیری برگردونی؟ یا من بلد نیستم نمیشه نه برای من وقت خودم فقط ببینید کبوترها رو ببینید خیابون رو ببینید کبوتر تو کافه که هر روز میشینم ولی صبح یه دور نشستم دیگه کافی خوردم الان بخوام بشینم دوباره میان میگه کافی میخواد به منم واقعا حالم بد میشه دوتا کافی بخورم. بعضی روزا میخورم بعضی روزا که حرف میزنم با خواهرم و دوستم هم قبل جیم میخورم هم بعدش. ببین چی میشه.
سیگارم هم اونطوری میگیرم دلیل داره اینطوری، به خاطر که نمیدونم چرا انگشتم رنگ میگیره و به صورت مثل معتادا میشه، نارنجی. خب دیگه بورینگ شد خیلی دیگه، همش من سیگار بکشم، سیگارم میکشم برمیگردم خونه. صندلی که همیشه میشینم روش وقتی میام، آخریه از اون بار. اینم کافه ایه که ماتیلدا، کافه خود جیمه. با اینجا ببین ریوشه خوشمزه داره، ولی کن من همیشه از آب وجدان میگیرم که بگیرم. البته که تو خونه همیشه بعد نهار گیر میدم به همسرم که حتما بره و یه شیرینی بگیره. خلاصه یه دعوایی میکنیم، بعض وقت موفق میشم بعض وقت موفق نمیشم، چون وقتی هم میگیره میخورم بعدش فوش میدم که تو چرا به حرف من گوش دادی. اصلا من امروز دارم سوشی میخوام بچه‌ها، چون از سوشی فروشی رد شدیم، ولی اینجا هم یکی از جایی که وقتی میرم خیلی پشیمون میشم، چون آلیو کنیته، بعد یه عالمه میخوری بعدش به خودت فوش میدی دیگه، اون هیکل دختر روس و اینا فراموش میشه. اینا تصادفتشو میکردیم. دوباره دارم همون مسیر برگشتی که صبح اومدم و برمیگردم. بذار ببین برم تا جایی که این خونه این بی خانمانه رو ببینه که بهتون میگم ببینم به وسایلش اضافه کرد یا نه. فکرم چند وقت دیگه مثلا رد شم قشنگ خونه بسازه، اینجا خونه سازی کنه. همکار اینجا شدونه پارک کوچولوه، ولی اینها میبینی وسایلش اومد پهن کرد. حالا غذا خورده، حتی ادویجاتش هم هست، پنیرش هم هست، ولی خودش استروم نمیشه خیلی وایستم فیلم بگیرم با اینکه نیستش، ولی بالاخره حریم شخصیشو باید رعایت کنیم. نه چه کشیدم. خب اینا چرا قرمز رو رد میکنن دوستامون، ولی من امکان نداره که رد کنم. کافه کشیه، امیدوارم که در ویدیو افتاده باشه. خب از اینجا مسیر رو براتون گرفته بودم. این بخواید بدونی اصلا کجا هستیم، ما در میلان هستیم و اینجا خیابون چنیزیو هستش و همین برم دیگه سمت خونه. خیلی گشنمه، نهار ببینیم چی هستش. میگیرم البته صبح رد شدم ازش. این یه سوپر کارفور که گرون فروشه تقریبا به نسبت مثلا یک سوپر دیگه که از ما دورتر، ولی قشنگ روبروی خونه است و 24 ساعت از خوبش اینه، 24 ساعت است و هر موقع بخوای هر چی بخوای میتونی ازش بگیری. همونطور که ملاحظه میکنی اون خانمه که رو سرش بود هر روز اینجاست، چاوبلا، خانم چاوبلا چیزه دیگه، الان شیفت کارش تمام شد و رفت. صبح فکر کنم فقط وای میسته. آره موقع برگشت هیچ وقت نیست. اینجا میرسیم به سر کوچمون و یکی از اون ساختمون ها خونه ما هستش که دیگه میرسم. من اصلا هر روز خیلی قبل و بعد باشگاه فیس تایم میکنم یا با خواهرم و با اون که دوستم که اون هلنده. برای همون 1000 ساله میخوام هی مثلا ویدیو بگیرم ولی نمیگیرم بخاطر اینکه وقت نمیشه. خلاصه که امروز روزش بود که یه ویدیو بگیریم ببینیم حالا چه شکلی میشه. نه چیزی هم بلد نیستم، نه ادیت بلد نه هیچی. اینم یه باره همین سر کوچه‌مونه، مال چینیاست ولی خب میام دیگه بالاخره بار سر کوچه است. خب همین من دیگه برمیگردم خونه دیگه. تو خونه فکر نمی‌کنم چیزی بگیرم چون همیشه خونه هیچ خبری واقعا نیستش. مثلا نقاشی کنم یا درس ایتالیایی بخونم، یعنی زبان ایتالیایی بخونم.
اگه مفید باشم. یادم کارم دارم که باید انجام بدم توی وبسایت ها، ولی انجام ندادم. به چند نفرم باید مسیج بدم، ندادم. حالا ببینیم چی میشه دیگه. ولی خونه کلا خیلی خبر خاصی نیستش. اینا شیرینی فروشیه پایین خونه. چاو. این تیکم بگیرم که ایشون ایو هستش گربه ما. امکان نداره بیای خونه پشت دره که بیاد بیرون. تو همین یه تیکه چی بگم پاگرده. خودشو بماله همه جا ممنوعیتشه. این چیزا رو جلو دریا رو گرو جمع کرده که تمیز کنه. همطوری هستش اینجا. قلطی هم براتون بزنه. خلاصه ایشون هم از این بعد میبینید در ویدیوها دیگه. چاو. ویدیو رو میخوام بگیرم این کسایی که مثل من مشتاق بودن بگن که کی داشت اینجا خونه‌شو میساخت. این اون آقا هست. فقط گرفتم که بدونید امروز یه روز دیگه است.